این نفر یک آدم پوچ نیست. گوش کنین. لباس تنش را میکشد، میگوید من حیث کفن به تن این کنی تا ای که از عذابش تخفیف بیاد. رسول الله را میگه محمد یک آدم مهربان بود که کدام مشرک یا کسی که دشمنشان بود کفن نداشت، میگه لباس خود کشید در جان از او کرد، گفت این کفن از او باشه. چرا این لباس دادی بر از یک مشرک؟ الله تبارک و تعالی به وسیله این لباس پیامبر عذابی را تخفیف بده. گفت و خاطر از این که محمد خمیربان بود که با وسیله از این پیران تنبان ما که کفن از شه خدا حتمی مو چی گناهش میبخشه. اول خو امی گپ خودت قاضی زاده سب به می آیات قرآن تناقض داره. قارت نه، یعنی من دقات از ایمی ملایی که از خودت هم دوست دارم، هم احترام میکنم. تو خامدی که سر ملا سر در مورد مجیب الرحمن خنده کده، نرش خندی. تو رو والله چطور ایمان و وجدان و غیرتت ایجاب میکند من حیث یک مسلمان که تو برادرم مسلمانی که سالها در راستای اسلام خدمت کرده. درست است شاید با تو تفاوت فکری داشته باشه، با تو اختلاف نظری داشته باشه. نه، تفاوت نظری نداره، تفاوت عملی داره. چرا ما که طالبا کار نمیکنیم؟ چرا ما نوکر طالبان نشدیم؟ چرا نمیاریمش در سر تو فامیلت که بکشنت؟ چرا دستم رایشان نمیتیم؟ به خاطر که میفهمیم که اونا نوکر هستن، وطن ما خرابتر میشه، ما درگیر جنگای بیشتر میشیم. این تفاوت نظر نبود دوست عزیزم، اینجا تفاوت از زمین بود تا به آسمان. ولی این اختلاف نظر و تفاوت فکری نباید سبب بشه که تا این سرحد باید کینه و بغض و عداوت و دشمنی را پیشه کنید که حتی در مصیبت او خنده بکنید و جشن بگیرید و رقص و پایکوبی بکنید. آقای قاضی زاده، اسلام دین رشخندی است، دین توهین و تحقیر است. با این قصه هایی که شما میکنین که ساختگی است که حتی با آیات قرآن تناقض داره، شما سعی کنین. ابو جهل نامش کی بود؟ چرا نامش ابو جهل شده؟ نام ابو جهل ابوالحکم یا ابوالحکم، احتمالاً ابوالحکم بود. چرا به ابو جهل مشهور شد؟ محمد. ابو لهب چرا به ابو لهب مشهور شد؟ نامش خب ابو لهب نبود، عبدالعزی ابن عبدالمطلب بود. یعنی کاکای محمد بود. تنها کاکای محمد نبود، بلکه یکی از تجارهای کلان از امو زمان مکه بود. یک آدم بسیار با عزت و با آبرو بود. بر علاوه از او ای خسر 2 تا دختر محمد بود. 2 تا دختر محمد برای 2 تا بچه خود گرفته بود. اما آدم پیسه دار بود. رسول الله ازش بسیار پیسه قرض بود، قرضش نمیداد. باز بعدن که مسئله کاروان ها شد که کاروان ها را چور منداختن، اینمی نفر بر علیه محمد خیست. اگر نه 2 بار این محمد از کشتن نجات داده. مردم وقتی که خیست ایده پالوی کاکای محمد استاد شد برای دفاع از محمد. 2 بار و مردم ترسیدن، صرف نظر کردن از کشتن محمد. اما وقتی که کاروانایش دوزی شد، وقتی که پیسای قرضش نمیداد، قرض میخواست، باز محمد آیات از قرآن کشید که آراینه و قرضای را که دادین دیگه او خلاص شده، اگه ببخشین بسیار خدا خوش میشه، اگه نمیبخشین و پیسای سودش خب از اون نمیتیم. مقصد یک کار کرد که نظر به قرآن پیسای از او را نده. وقتی که او در جنگ دعوا شد، سرش نام ماند ابو جهل، ابو لهب. یعنی لهب نام از اون نبود، یا ابو لهب نام از اون نبود. بازمین نام که مانده بود سرش، یعنی کسی که آتش ازش زبانه میزنه. باز وقتی که این بیچاره مرد، در قرآن فوراً آیت آمد، همین سوره مسد. چرا خداوند در مورد از این ترش خندی کرد؟ چرا رسول الله وقت آیت ها را آورد در سر از این؟ سعی کنین، ما همین سوره مسد از روی قرآن برای شما میخوانم. بریده باد 2 دست ابو لهب و مرگ بر او باد. این سعی کنین، این خدای مهربان سعی کنین. این نفر مرده،
خدا آیت رایی میکنه که بریده باد دستای ابولهب و مرگ بر او باد. دارایی او و آنچه اندوخت سودش نکرد. داراییش سود برش نکرد، فایده نکرد. چرا که یه قار بود که چرا داراییت زیادتر به من نمیتی. 2 دختر خودم طلاق قده سر از اون نفر و از مسئله پیسه چون محمد کار نمیکرد یا کاروانا را دور میداد میگرفت یا پیسه از دی و از اون میگرفت باز نمیداده. به زودی در آتش پرزبانه در آید، یعنی در یک آتش شعله‌ور می لهب که است در اونوت یک شعله های آتش ای دیگه در او میشد، یعنی در جهنم. و بازدیان بسنده نکرد که سر خودش آیت کشید. و زنش آن هیمکش یا ایزمکش آتش فروزان، یعنی که زنش دوجه چوب انداخته میرفت. برگردنش تناب از لیف خرما، یعنی که خروار کش میکنن در گردنش یک ریسمان است از برگاه خرما جور کردن، یعنی که خروار کش میکنن در میگیره و آتش گرفتهشه و زنش هم در زیر پایش آتش کرده میره. چی؟ این کدام احترام است که شما به مرده دیگرها کردین؟ در تمام زندگی اون نفر گرفتین و ابو جهل مشهور ساختین یا ابو لهب، در حالی که کاکای محمد بود. هیچ کس نمیفهمد کی بود. کاکای محمد بود، قریش بود، کافر هم نبود. یا کلگیشان به یک دین باور داشتن که اکثرش به ابراهیم باور داشتن. این حال با موتو چی درس میتن؟ رسول الله ایت یک میربان بود، ایت یک میربان بود که نفر کافر که مرد کالای جان خود داد برش که باش که خدا گناهش کم کنه. چرا از خاطر کالای محمد چه تقدسش که گناه از او کم کنه؟ چرا؟ در کجای قرآن گفته شده که هر که با کالای محمد دفن گردد تمام گناهانش بخشیده میشه؟ در آیین سوره عزیز و آیت اینی بکش.